مقایسه سبزی پلو ماهی نواب و سامان گلریز. به نظرتون رسیپی کدومشون خوشمزه تره؟ من رکوام و به رکوشا خوش اومدی. دیگه هممون میدونیم عید نوروز از رگ گردنمون نزدیکتره. برای همینم رفتیم سراغ این غذای محبوب و جذاب که 80% حرم غذایی رو پوشش میده که اگه با رسیپی خوب درستش بکنی واقعا لذت بخشه. یه رقابت جذاب بین دو تا آشپز ماهر. پس بکوب لایکو تا بریم ببینیم کد تنه کیه. اینجا دو تا رسیپی داریم. یکی رسیپی سامان گلریز، نماینده خطه قوی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نواب ابراهیمی که از اینستاگرام میاد. سامان رفته سراغ رسیپی محلی و سبزی پلو رو به همراه ماهی سنگسر درست میکنه که من شخصا این ماهی رو دونه 150,000 تومان تهیه کردم. مواد اولیم همیناست که میبینین و چیز پیچیده ای نداره. همون اول کار ماهیایی که خرد کردیم و توی تابه میریزیم بدون هیچ ادویه‌ای. بعدش که یکم تفتشون دادیم پیازهای نگینی رو اضافه میکنیم و بعد چند دقیقه که پیازها سبک شدن نوبت اضافه کردن ادویه هاست: نمک، گرد لیمو و فلفل قرمز. خب دیگه حالا بعد چند دقیقه که ماهی‌ها رو تفت دادیم از تابه درشون میاریم و جداشون میکنیم و تو همون تابه تره و شیویدی که خرد کردیم و اضافه میکنیم. بعد از اینکه یکم تفتشون دادیم و نرم شدن حالا مجدد ماهی‌ها بهشون اضافه میشن و در نهایت دقیقاً مشابه لوبیا پلو لابلای پلومون میریزیم و میذاریم روی اجاق تا دم بکشه. It's delicious. Try it. I promise. Goodbye and حالا دیگه بریم سر وقت نواب. توی رسیپی نواب از قزلالا استفاده شده که تقریبا میشه گفت دونه 40,000 تومانه. از سنگسر ارزونتر و اینجوری میشه گفت یه جورای غذای به صرفه تریه. طبق این رسیپی نواب آب پیاز و لیموی تازه و زعفرون و تخم گیشنیز و فلفل و خلاصه همه این ادویه ها رو با هم مخلوط میکنه و به ماهی‌ها اضافه میشن و حداقل این ماهی‌های تمدار شده برای نیم ساعت میرن توی یخچال تا استراحت بکنن. بعد از نیم ساعت که ماهی‌ها استراحت کردن و قشنگ خستگیشون در رفت یه آرده که به همراه ادویه میکس شده زده میشه و میذاریم توی تابه‌ای که داغ شده تا هر طرفش 3 دقیقه سرخ بشه. حالا وقتشه که به همراه سبزی پلوی خوشمزه سروشون کنیم. خب دیگه دوتا غذا آماده شدن و منم تستشون کردم. انصافا میتونم بگم هر کدومشون به سبک خودشون دلبری میکنن و خوشمزن. رسیپی سامان دقیقاً یه سبک جدید و متفاوت از سبزی پلو ماهیه که واقعاً عالی و خوشمزه شده. به خوبی طعمدار شده و اینجا انگار سمفونی مزه ها رو داریم تجربه میکنیم. ولی به نظر من شاید اگه یکم فلفل سیاه و پیازش بیشتر میشد در آخر یه طعم جذابتر رو تجربه میکردیم. بریم سراغ سبزی پلو ماهی نواب. ظاهرش که شبیه بقیه سبزی پلوهاست و زیاد فرق نداره، اما طعمش برام جذابه. شاید میزان ادویه کم زیاد باشه ولی این انفجار طعمایی که توی دهنم اتفاق میفته چیز جذابیه. یه ماهی ترد و خوش ادویه. راستشو بخواین توی جمع ما هستن یه سری افرادی که اصلا ماهی خور نیستن ولی از رسیپی جنوبی سامان خوششون اومد و بعضیا هم با ماهی ترد و پر ادویه نواب خیلی حال کردن. خلاصه اگه شب عیدی با یه ماهی قزلالای ترد و خوش ادویه حال میکنی برو سراغ رسیپی نواب که چیز خوبی بود. اما اگه برای شب عیدت دنبال یه طعم جدید و متفاوتی و میخوای رسیپی محلی رو تجربه بکنی رسیپی سامان گزینه خوبیه. یادتون نره حتما این پست رو لایک کنین و برامون کامنت بذارین که شما با کدوم رسیپی حال کردین. اما در آخر باید بگم چه سبزی پلو باشه و چه نباشه سال تحویل میشه. این روزا هم میگذرن اما چیزی که تو این شرایط اهمیت داره اینه که قدر همدیگه رو بیشتر بدونیم. تو این روزایی که فرصت زندگی کردن خیلی راحت به خاطر یه ویروس ممکن از من و شما یا هر کسی سلب بشه باید بی‌محاباتر بخندیم، برقصیم، عشق بورزیم و قدر همین لحظه ها رو بدونیم. سال نوتون پیشاپیش مبارک. خیلی مخلصم. شکر. بچه‌ها لایک و سابسکرایب یادتون نره که کلی انرژی بهم میده. زنگوله و قرتی بازی هم بزنید که ویدیو جدید از دست ندید. خیلی مخلصیم.